نقشه ژنتیکی هر فردی میتونه بر خصوصیات و رفتارهای اون فرد تأثیر بذاره. این در مورد سیستم شنوایی هم صادق هست و ممکنه در بیماری‌های مختلف و شرایط متفاوتی ما تأثیر ژنتیک رو بر کاهش شنوایی و بیماری‌های گوش ببینیم. ممکنه که اختلالات ژنتیکی باعث ناشنوایی اولیه در نوزاد بشن و فرد بدون شنوایی به دنیا بیاد. اهمیت این قضیه این هست که ما بتونیم در سن پایین و به موقع این رو تشخیص بدیم و سعی کنیم که درمان مناسب رو در اسرع وقت شروع بکنیم. در مواقعی که باقی مانده شنوایی وجود داشته باشه این درمان با انواع سمعک ها، در مواقعی که هیچ باقی مانده شنوایی وجود نداشته باشه با کاشت حلزون قابل انجام هست. شاید یکی از سوالهای مهم در والدینی که دچار فرزندانی میشن که ناشنوایی مادرزادی دارن و نگران هستن که این ممکنه منشأ ژنتیک داشته باشه در مورد فرزندان بعدی هست و خوبه که همه این والدین مشاوره با همکاران متخصص ژنتیک داشته باشن تا بررسی انجام بشه که آیا علت ناشنوایی کودکشون زمینه ژنتیکی هست و اگر هست ریسک این در فرزندان بعدی چطور و چه میزان خواهد بود. افت شنوایی میتونه در سالهای دیگر عمر هم به دلیل مشکلات ژنتیکی اتفاق بیفته و بیماری‌های مختلفی هستند مثل اودیتوری نوروپاتی یا بیماری عصب شنوایی، اختلالات خودایمنی گوش و یا حتی پیرگوشی که اینها ممکنه تحت تأثیر بیماری‌های ژنتیکی به وجود بیان و یا تشدید بشن. ممکنه که افراد به طور ژنتیکی مستعد افت شنوایی زودرس باشن و این به طور خانوادگی درشون دیده بشه. نکته خیلی مهم در حال حاضر با توجه به اینکه درمان ژنتیکی مؤثری هنوز برای این بیماری ها نداریم، هدف مهم ما از درمان عارضه ایجاد شده، یعنی افت شنوایی هست. افت شنوایی در بدو تولد خب میتونه با اختلال در تکامل گفتار و بلوغ و تکامل سیستم های عصبی مرتبط با شنوایی باشه و در سنین بالاتر هم میتونه با اختلال در روابط اجتماعی، اختلال در فانکشن های روزمره زندگی و مخصوصا در سنین بالاتر تأثیرات شناختی و افزایش احتمال بیماری های سیستم عصبی مثل دمانس یا آلزایمر باشه. به همین دلیل باید حتما افت شنوایی حتی اگر منشأ ژنتیکی داره با استفاده از سمعک، کاشت حلزون یا هر ابزاری که بتونه بسته به شرایط بیمار این مشکل رو تخفیف بده درمان بشه. حضور یا وجود نویز زیاد در محیط در افرادی که معمولاً حلزون شنوایی ضعیفتری دارن و یا استعداد ژنتیکی دارن اهمیت دوچندان داره و باید فرد از این نظر مراقبت بکنه. استفاده از داروهایی که برای سیستم شنوایی ممکنه که آسیبزا باشن مثل بعضی از انواع آنتیبیوتیک ها یا بعضی از داروهای دیورتیک که ممکنه برای مشکلات کلیوی یا فشار خون تجویز بشن باید در این افراد با احتیاط باشه. عوامل محیطی که ممکنه بر حلزون شنوایی و سیستم عصبی تأثیر بذارن در این افراد ممکنه که تأثیر شدیدتری بذارن و باید کارهایی مثل استفاده از سیگار و یا الکل در این افراد حتما با احتیاط بیشتر باشه و ترجیحاً استفاده نشه.